چرا نمیشه دور و بالا رو با درگ با هم داشت؟ چرا این عامل نمیشه استفاده کرد و یه ست خوب و متناسب داشته باشی؟ بیا واسط به صورت کامل توضیح بدم. ببین ما یه ست داریم، کلا کرام پینونایی که توی این سه تا ست میخوایم استفاده کنیم 17 80 که روی همشون هم نوشتیم. دنده 1 60 تا 2 80 تا 335 تا 475 5 220 تا. ما روی کاتاف 7000 7300 به صورت تقریبی داریم توضیح میدیم. حالا کاتاف کمتر بود سرعت ها همگی کمتر میشه، کاتاف زیاد بود سرعت ها همگی بیشتر میشه. ما به صورت تقریبی فقط میخوایم اصل موضوع رو شخص بیننده بدونه. ممنونم میشم ما رو لایک و فالو کنی و پستای دیگه‌مون هم حتما ببینی که به دردت میخوره. ببین این ست توازن داره، یعنی از 75 تا سرعتی که داره میره میخواد بره 220 تا، این فاصله که دنده 5 میخواد پر کنه کلا سرعت تقریبیش میشه 45 تا، یعنی 45 تا دنده 5 میخواد پر کنه که به کاتاف برسه. ولی دقت کنید طرف میاد میگه آقا میخوام 1 تا 4 هم درگی باشه، دنده 5 هم سرعتی. آها، اینجور چیزی بخوای دنده 5 پر کنه نیست. میتونی استفاده کنی، فقط دور موتورت پایینه، مگر خیلی خیلی زور موتورت زیاد باشه که اونم بازم داره به سختی پر میکنه. ببین بازم پینیونی اینجا رو 17 81 استفاده میکنیم. دنده 1 60 تا، دنده 2 80، دنده 335 475 5 235 تا. خب حالا چی شد؟ فاصله بین این دوتا 45 تا بود، فاصله بین این دوتا 15 تا زیاد شد، یعنی از 45 تا رسید 60 تا، یعنی دنده 5 باید 60 تا پر کنه به جای 45 تا که خیلی سخته. حالا اگه میخوای تاپ اسمیت دور بالا داشته باشی میای از این ست استفاده میکنی. دنده 1 60 تا، 2 100 تا، 3 150 490 5 235 تا. حالا چه اتفاقی بین این دوتا ست افتاد؟ دنده 4 این 175 تا پر میکنه، دنده 3 135 تا. حالا دنده 2 کاری نداری. دنده 3 و 4 این 3 150 تا 490 تا. این پشت دنده 5ش پره. وقتی میگن دنده باید حمل کنه یه سرعتی و تا یه حدودی و دنده بعدی اون رو بتونه پاسخگو باشه، یعنی این بنده خدا دنده 4 190 تا پر میکنه که دنده 5 بتونه همون 45 تا خودش رو به راحتی پر کنه و کم نیاره، یعنی دور بالاش عالی باشه. اما اگر میخواین ست درگی ببندید باید اینو ببندید. حالا میخواین برین داخل جاده هم احساس میکنین دور موتور دنده 5 تون زیاده، میتونین این ست رو ببندید، ولی دنده 5ش پر نمیکنه. بعداً گردن تیونرتو نگیری، گردن مکانیکتو نگیری آقا چرا دنده 5 من سرعتی پر نمیکنه. قرار نیست که چون دنده 5 سرعتی پر کنه، فقط جهت این دور موتورت پایین باشه. تو 1 تا 4 درگیه، توقع نداشته باش دنده 5 پر کنه. اگه میخوای پر کنه باید از درگت بگذری، این ست رو ببندی.